رنگ و بوی خارجی داشت، دیدیم که دیپلماسی غرب نظرش این بود که نظیر دوره خاتمی که بالاخره خودشو تدارکچی حساب کرد و با در واقع بعدا معلوم شد این برنامه ریزی از طرف غرب شده بود و بعد آخرم اعلام کرده من یه تدارکچی هستم. این جنبش که رنگ و بوی خارجی داره، این جنبش هم به هیچ وجه کارساز نیست و نتیجه‌ای نداره. بنابراین با توجه به این مقدمه، البته بعد به این مطالب بنده بازم بازگشت خواهم داشت، ولی با توجه به این مطالب نه کودتا، نه اصلاح طلبی، نه نبرد مسلحانه به هیچ وجه جوابگوی کار ملت ایران نیست، بلکه بعد برگردیم به براندازی که بنده در جلسه آینده راجع به اون چگونگی براندازی بیشتر توضیح خواهم داد و با دوستان در این زمینه صحبت خواهم داشت. همونطوری که اطلاع دارید ما در کنگرهمون از تعدادی از شخصیت‌های مختلف فرهنگی، دانشگاهی، نظامی، اداری، اجرایی استفاده کردیم، یعنی ترکیبی شده از این جماعتی که من عرض کردم و هر بار بر حسب موقعیت از یک دوستان خواهش می‌کنیم که در این برنامه شرکت بکنن و به صورت به اصطلاح معرفی و یا آشنا ساختن ملت با طرح‌هایی که در این زمینه دارن صحبتی بکنن. در موقعی که در حدود 1.5 سال پیش این مسئله مطرح شد در داخل کنگره همبستگی که ما می‌خوایم برای بازسازی ایران در آینده پس از براندازی طرح‌های تهیه بکنیم، یه سری طرح‌های اونجا ارائه شد و یکی از دوستان ما جناب سرهنگ بهروز سرشار که عمرشو در ورزش بزرگ کرده، ایشون پیشنهاد کرد که به اون طرح‌ها یه طرحی به عنوان امر ورزش اختصاص داده بشه که این کار انجام شد و خوشبختانه ایشون کمیته تشکیل داده و در این زمینه اقداماتی کرده. بنده امیدوار هستم که روی خط باشن و بنده با ایشون گفتگویی داشته باشم. درود بر جناب عالی جناب سرهنگ سرشار. درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. بنده قبل از اینکه ایشون بیاناتشون رو ایراد بفرمایند، بنده خیلی خلاصه راجع به ایشون صحبتی دارم و اون این است که ایشون فرزند یه خانواده فرهیخته از عراق هستن. مادرشون اولین افسر پیشاهنگی عراق و اولین به اصطلاح فارغ التحصیل دبیرستان عراق بودن. پدرشون هم فرماندار بودن و بعدم کفیل استادداری. ایشون پس از تحصیلاتشون وارد دانشکده افسری شعبانی شدن و بلافاصله بعد از افسر شدن در همونجا وارد خدمت شدن و همه مراحل خدمتی رو از فرمانده به اصطلاح دسته و گورهان گرفتن تا به آخرین مرحله فرمانده هنگ هم رسیدن و بعدم فرمانده دوره عالی و آخرین سمتشون هم رئیس اداره تربیت بدنی شهربانی کل کشور بوده. ایشون چهرهشون برای همه ورزشکاران ایران شناخته شده است. اولین پایه‌گذار به اصطلاح ورزش جودو و کاراته و تکواندو در ایران هستند و اولین ایرانی هستند که تونستن کمربند سیاه رو از ژاپن بگیرن. ایشون علاوه بر کار مستمر در دانشگاه پلیس که اونجا مورد تقدیر همه فرماندهان بوده، در همه امور ورزشی حضور داشتن. از جمله ایشون رئیس هیئت وزنه‌برداری استان تهران بودند، رئیس هیئت ورزش‌های رزمی نیروهای مسلح برای مدت 9 سال بودند، سرپرست تیم بسکتبال ملی ایران در بازی آسیایی بودند، سرپرست فدراسیون والیبال بودند و مهمترین اولین رئیس فدراسیون جودو که خودشون ایجاد کردند رئیس اون فدراسیون بودند و دوره‌های متعدد ورزشی در سوئد و ژاپن و ایتالیا هم دیدن و چندین بارم ارشدیت گرفتن به علت خدمات صادقانه‌شون در داخل شهربانی و نشانهای مختلفی دارن، ولی از همه مهمتر داشتن نشان درجه یک تربیت بدنیه که تعداد معدودی در ایران موفق شدن این نشان رو بگیرن. از جمله اون کسانی که این نشان رو دارن و معدود هستن شادروانان تیمسار ارتشبد خاتم، تیمسار ارتشبد مینباشیان، تیمسار سپهبد جهانبادی، تیمسار سرتیپ فریدون صادقی رئیس تربیت بدنی شهربانی قبل از ایشون و بعدم سرکار دکتر مصطفی عرب. این تعداد معدوده که این آقای سرشار هم آخرین نفر بودن اینجا.
عرض کنم که جناب سرشار، میبخشید من وقت شما رو زیاد گرفتم. من میخواستم خواهش کنم که راجع به این کمیته که قرار بود تشکیل بشه در امر ورزش، راجع به این یه خلاصه‌ای به بینندگان عزیز اشاره بفرمایید و بعدم بنده چند سوال دیگه هم دارم بعد مطرح می‌کنم. در خدمتتون هستیم آقای سرشار. به نام آن که با هر ذره‌ای همراه و هرچه هست از اوست. با سپاس از استادم جناب دکتر نصر و ادای احترام و درود به همه هموطنان و ورزشکاران گرامی. کمیته ورزش کنگره همبستگی هماهنگ با سایر کمیته ها که برای مسائل مختلف تشکیل شده، چندی است که با دعوت از تعدادی از دکترهای تربیت بدنی و متخصصین در امریکا طرح‌های ابتدایی لازم رو برای آینده ورزش ایران تهیه کردند و البته این طرح‌ها با طرح‌هایی که به امید خدا در آینده نزدیک از طرف متخصصین و دکترهای تربیت بدنی و دستاندرکاران ورزش ایران ارائه خواهد شد، هماهنگ میشه و نتایج نهایی رو در یک کنفرانس تربیت بدنی ایران بررسی خواهیم کرد و به مورد اجرا خواهیم گذاشت. حالا به نظر شما جناب سرشار این اشکالاتی که الان در امر ورزش وجود داره در ایران فهرستوار ممکنه بفرمایید چیا هستن؟ بله، عرض کنم ورزش هم مثل خیلی مسائل دیگه در مملکت ما در طی 31 سال گذشته ضایعاتی داشته که همه دستاندرکاران و ورزشکاران به آنها آگاهی دارند. ممکن است گفته بشه که ورزش مهمترین مسئله و مشکل ملت ما نیست، ولی با توجه به اینکه بیش از 70% جمعیت ایران زیر 30 سال هستند، ورزش و توجه به آن در رده بالای اهمیت قرار می‌گیرد. آنچه که اشاره می‌کنم همه شما به خوبی می‌دانید، من مخاطبم ورزشکاران و ورزش دوستان ایرانی است، ولی تکرار آن ضرری نداره. ورزش ما متاسفانه خالص نیست، آلودگی داره. یکی آلودگی سیاسی داره و دیگری آلودگی ایدئولوژیکی که مذهب باشه داره. من خودم یک فرد مذهبی هستم، افتخارم میکنم، ولی هر چیزی جای خودش رو داره. عوامل سیاسی، اطلاعاتی و عقیدتی، فضای ورزشخانه ها و مراکز ورزشی